ماجراهای تام سایر. رمانی هستش اثر آقای مارک توین که سال 1876 چاپ شده. این کتاب درباره یه پسر نوجوانه به نام توماس که تام خونده میشه که در شهر خیالی سن پترزبورگ کنار رودخونه میسیسیپی زندگی میکنه. شهر سن پترزبورگ با الهام از هانیبال در ایالت میزوری گرفته شده، شهری که خود آقای مارک توین زندگی خودش رو در اونجا گذرونده. ایشون در مورد این کتاب میگه که بیشتر ماجراهای این کتاب به راستی روی داده. 1 یا 2 تاش مال ماجراهایی که مال خودم بوده و اتفاق افتاده، بقیه ماجراها هم برای همشاگردیام اتفاق افتاده. این کتاب رو نوشتم تا دخترها و پسرها اون رو بخونن و لذت ببرن و بزرگترها هم با خوندن اون به یاد ماجراهای دوران کودکیشون بیفتن. تام سایر. پیرزن جلوی خانه ایستاده بود و فریاد میزد: تام! نمیدونم این بچه کجا رفت. های تام! جوابی نیامد. پیرزن رفت کنار در خانه که باز بود، اما از تام نشانی نبود. پیرزن صدایش را بلندتر کرد: آهای تام! صدای آهسته‌ای از پشت سر به گوشش رسید و او درست به موقع سرش را برگرداند و پسر بچه‌ای را که می‌خواست فرار کند گرفت و گفت: 1000 بار به تو گفتم که اگه باز بری سر مرباها پوست از سرت میکنم. پسر گفت: وای خاله جان، اونجا رو نگاه کن. پیرزن دور خودش چرخید و پسر از فرصت استفاده کرد و در یک چشم به هم زدن فرار کرد. خاله پلی ماتش برد. سپس خندید و گفت: از دست این بچه، اما خدا خودش میدونه که چون بچه خواهرمه دلم نمیاد کتکش بزنم. آن روز بعد از ظهر تام دزد بازی میکرد و خیلی هم به او خوش گذشت. وقتی که داشت شام میخورد، خاله پلی سوالهای 2 پهلویی از او کرد، چون میخواست تام را به دام بیاندازد و وادارش کند که خودش را لو بدهد. خاله پلی پرسید: امروز توی مدرسه هوا 1 خورده گرم بود نه؟ تام جواب داد: آره خاله. پیرزن دستش را دراز کرد و لباس تام را لمس کرد و گفت: اما حالا که زیاد گرمت نیست. بعضی از ما با تلمبه آب ریختیم سرمون. مال من هنوز خیسه، میبینی؟ خاله پلی فکر تازه‌ای کرد. تام، وقتی که میخواستی آب روی سرت بریزی مجبور نشدی که یقه پیراهنت رو بشکافی؟ هان، دکمه نیمتنه تو باز کن ببینم. تام دکمه های نیمتنه اش را باز کرد. یقه پیراهنش نشکافته بود. اما ناگهان سیدنی، برادر ناتنی تام، گفت: شما یقه تام رو با نخ سفید دوختین، این نخ که سیاهه. تام به سیدنی دندان قروچه‌ای کرد و تا خاله پلی آمد بگوید که راست میگه، من با نخ سفید دوخته بودم، پا به فرار گذاشت. صبح شنبه رسید. تام با 1 سطل و 1 چوب بلند از کنار نرده‌های خانه میرفت. نگاهی به نرده‌ها کرد و با دیدن ردیف دراز نرده‌ها زیر لب قرولند کرد و آهی کشید و چوبش را در سطل فرو برد و آن را به بالای نرده کشید. آن قسمت کوچک را که سفید کرده بود با آن کوه بزرگی که سفید نشده بود مقایسه کرد و آن وقت با ناامیدی روی 1 کنده درخت نشست. جیم لیلی کنان از در حیاط بیرون آمد. 1 بشکه قلعی در دست داشت و آواز می‌خواند. تام صدایش کرد و گفت: ببین جیم، اگه تو 1 خورده نرده ها رو سفید کنی من برایت آب میآورم. جیم گفت: نمیتونم آقا، تام خانم خودش گفته برم آب بیارم و با کسی هم حرف نزنم. جیم، یه چیز خوب به تو میدم، 1 دونه تیله سفید به تو میدم. چیز خوبی است آقا تام، من از خانم میترسم. اگه بگذاری من برم آب بیارم، هم تیله سفید رو به تو میدم، هم شست پای زخمی رو نشونت میدم. جیم با خوشحالی و ناباوری سطل را زمین گذاشت و تیله را گرفت و بعد روی شست پای تام خم شد. لحظه بعد جیم سطل را برداشت و در رفت
و تام هم با شتاب سرگرم سفید کردن نرده ها شد. خاله پلی هم که یک لنگه کفش در دست داشت برق پیروزی در چشمهایش میبارید. اما نیروی تام زیاد هم ادامه پیدا نکرد. کم کم به یاد خوشی و لذتی افتاد که نقشه‌اش را کشیده بود. در همین وقت بن راجرز پیدا شد. بن ادای یک کشتی را در می آورد و همینطور که جلو می رفت و به سیب گاز می زد یک لیلی و یک پایش لیلی می کرد. یک قدم بر می داشت و یک جست می زد و مثل ناخداها برای هدایت کشتی دستورهایی می داد و خودش را چپ و راست می کرد. وقتی که بن راجرز جلوی تام رسید گفت من میخوام برم آبتنی کنم. دلت نمیخواست تو هم با من بیای؟ اما حتما دلت میخواد کار کنی نه؟ تام دوباره سرگرم سفیدکاری شد و گفت این کار فقط به درد تام سایر میخوره. به کدام یکی از بچه‌ها اجازه میدن که نرده های خونشون رو سفید کنن؟ این حرف کار تام را طوری دیگر در نظر بن راجرز نشان داد. بن را به سر غیرت آورد و با غرور گفت ببین تام، بذار منم یه خورده رنگ نرده رو سفید کنم. تام جواب داد نه بن، خیال نمی کنم کار درستی باشه. به نظرم تو 1000 تا بچه، شاید هم 2000 تا فقط یکیشون پیدا بشه که بتونن این نرده رو اونجور که باید و شاید سفید کنن. حالا بذار من یه امتحانی بکنم، فقط یه ذره. ببین تام، اگه من جای تو بودم میذاشتم تو امتحان کنی. همه سیبم هم میدم بهت ها؟ تام که بیمیلی از سر رویش میبارید و شادی از دلش چوب پر را به بن راجرز داد. هر چند دقیقه که میگذشت یک بچه دیگر میرسید. بچه ها همانطور که می آمدن تام را مسخره می کردن، اما آخر سر سرگرم سفید کردن نرده می شدن. وقتی که عصر شد تام 12 تا تیله، یک سرباز سربی، 6 تا ترقه، یه دستگیره در برنجی، 4 تا پوست پرتقال، یک در تنگ شیشه‌ای از بچه ها گرفته بود. در تمام این مدت تام بیکار بود، اما نرده 3 بار سفید شده بود. تام یک راست پیش خاله پلی رفت و گفت خاله جان، حالا اجازه می دهید بروم با بچه ها بازی کنم؟ چی؟ به همین زودی؟ چقدرشو سفید کردی؟ تام با خوشحالی جواب داد تموم شده خاله جان. خاله پلی که حرف تام را نمی توانست باور کند از اتاق بیرون رفت و با چشم خودش ببیند. آنگاه تام جست و خیز کنان از خانه بیرون رفت. وقتی که تام از کنار منزل جف ساچر پسر قاضی ساچر گذشت، یک دختر بچه را در باغچه آنها دید و برای آنکه او را متوجه خود کند دست به خودنمایی‌های بچگانه زد. دختر هم پیش از آنکه توی خانه برود گل بنفشه‌ای به سمت نرده پرتاب کرد. صبح روز دوشنبه تام در راه مدرسه هکلبری فین را دید. تمام مادرهای ده از هکلبری فین بیزار بودند، چون بچه‌هایشان دلشان می‌خواست که مثل او می‌شدند. تام پرسید توی دستت چیه؟ هک جواب داد گربه مرده. هک، گربه مرده به چه دردت می‌خوره؟ هک پوزخندی زد و گفت به چه درد می‌خوره؟ زیگیر رو خوب می‌کنه. گربه مرده رو برمی‌داری و همین که یک آدم بدجنس رو خاک کردن نزدیکی‌های نصف شب میری قبرستون. یه جن شاید هم 3-4 تا میان، اون وقت گربه مرده رو میندازی روی پشت یکی از اونها و میگی جن با جنازه، گربه پشت جن، زیگیل با گربه. این دیگه هر چی زیگیل باشه خوب میکنه. تام که با چشمهای گیرد شده هاج و واج به حرفهای هک گوش میکرد گفت هک، هر وقت خواستی گربه مرده رو امتحان کنی بذار منم با تو بیام. حتما امشب جنها میان هاس ویلیامز رو ببرن. وقتی که تام به مدرسه رسید خیلی تند وارد کلاس شد. معلم فریاد زد تامس، سایر، باز هم که دیر اومدی. تام داشت دهانش را باز میکرد که دروغ بگوید،
اما وقتی چشمش به 2 رشته گیسوی زرد افتاد که از پشت یک نفر آویخته بود گفت ایستادم تا با حکفین حرف بزنم. معلم عینک دست شاخیش رو روی بینی جابجا کرد و گفت این عجیب ترین اعترافی است که من تا به حال شنیدم. حالا برو پیش دخترا بشین. تام پهلوی دختری که در خانه قاضی ساچر دیده بود نشست و او را دزدکی نگاه میکرد. بعد آهسته از او پرسید اسمت چیه؟ بکی ساچر. تام روی لوح چیزی نوشت. یکی از بچه‌ها اصرار کرد که تام نشانش بدهد. تام آهسته آهسته دستش را از روی آنچه نوشته بود کنار برد تا وقتی که این کلمات از زیر آن پیدا شد. دوستت دارم. آن شب وقتی که صدای زنگ ساعت 11 بلند شد، صدای گربه‌ای به گوش تام خورد. میاو میاو. تام فهمید که کسی جز هک نیست. 1 دقیقه بعد تام لباس را پوشیده بود و از پنجره بیرون می رفت. بعد او و هکفین به راه افتادند و در میان سیاهی شب ناپدید شدند. نیم ساعت بعد در میان علفهای بلند قبرستان قایم شده بودند. تام آهسته گفت هکی، تو فکر میکنی مرده ها خوششون میاد که ما بیایم اینجا و در کارهاشون دخالت کنیم؟ و با وحشت به دور و برش نگاه کرد. هک وحشت زده بود جواب داد دلم میخواست که اینو میدونستم خیلی وحشتناکه. و هنوز حرفش را تمام نکرده بود که تام بازوی او را چسبید و گفت صدایی به گوشم خورد. تو نشنیدی؟ بعد بیدرنگ سرشان را با هم خم کردند. ترس و وحشتی عجیب سر پایشان را گرفته بود و قلبشان تون تون میزد. هک آهسته گفت خدایا تام دارن میان، من صدای پاشون رو میشنوم. تام گفت اگه ساکت باشیم شاید اصلا ما رو نبینن. در این وقت اشباحی از میان تاریکی پیدا شدند. شبح اولی فانوسی به دست داشت. هک لرزید و گفت اینا که آدم هستن. صدای یکی صدای شبیه صدای ماف پاتره. تام که سفت به هک چسبیده بود ادامه داد بله هک، من صدای یکی دیگه از اونا رو هم میشناسم. صدای جو هندیه. آره. اون 3 نفر تا نزدیکی نهانگاه بچه ها پیش آمدن و در آنجا به 2 گور تازه‌ای حلقه زدند. به دور گور تازه‌ای حلقه زدند. چهره جوان دکتر رابینسون در سایه روشن نور فانوس پیدا بود. دکتر با صدای آهسته گفت اینجا زود باشید تا ماه از زیر ابرها در نیامده کارو تموم کنید. پاتر و جو هندیه زمین را کندند. ناگهان بیلشان به تابوت خورد. 1 لحظه بعد آن را از توی زمین درآوردند. پاتر گفت حالا این جنازه گندیده حاضره. یا 1 پنجی دیگه میدی یا جنازه ها همینجا میمونه. دکتر رابینسون گفت چی میگی؟ من مزد هر دوی شما رو پیش دادم. جو هندیه گفت 5 سال پیش یه شب که من اومده بودم پشت آشپزخونه پدر تو چیزی بگیرم بخورم، تو منو از اونجا زدی و بیرون کردی. من همون وقت قسم خوردم اگه 100 سالم بگذره حسابمو با تو صاف کنم و حالا گیرت آوردم. باز حسابتو پس بدی. دکتر ناگهان او را زد و به زمین انداخت. پاتر داد زد دست روی رفیقم بلند نکن. دکتر تخته روی تابوت را برداشت و آن را به سر پاتر زد. در همان لحظه جو هندیه چاقوی پاتر را از روی زمین برداشت و توی سینه دکتر جوان فرو کرد و گفت خب حالا دیگه حسابمون صاف شد. بچه‌ها که از ترس زبانشان بند آمده بود دیگر نتوانستند تاب بیارند و از وحشت پا به فرار گذاشتند. جو هندیه چاقو را توی دست ماف پاتر گذاشت. کمی بعد پاتر تکانی خورد و ناله‌ای کرد و به هوش آمد. وقتی که چاقو را توی دستش دید تعجب کرد و گفت خدایا جو چطور شد؟ جو گفت برای چی این کاری کردی؟ جو من این کاری کردم؟ جو هیچ وقت نمیخواستم. تو که به کسی چیزی نمیگی خب؟ جو گفت خب بسه. حالا بلند شو از اینجا بریم.
از خودت هم برگی جا نذار. و اما از بچه ها بشنوید. آنها یک ریز به سوی ده می دویدند. تام گفت کاش می تونستیم زودتر به حلبی سازی برسیم. سرانجام با دستپاچگی وارد حلبی سازی شدند و در تاریکی از پا افتادند. هک گفت اگه کسی بخواد دهنشو باز کنه بگذار همون ماف پاتر باشه. اون هم که اونقدر خره که. تام گفت وقتی که جو هندی دکتر رو کش اون بیهوش بود. تام در این باره صدامون نباید در بیاد. شطور دیدی ندیدی؟ تو که میدونی برای جو هندی کشتن ما با کشتن 2 گربه فرقی نداره. فردای آن روز خبر مرگ دکتر رابینسون مردم ده را مثل برق گرفت. یک چاقوی خونالود پهلوی جسد دکتر دیده میشد و یکی هم چاقو را شناخته بود و گفته بود که مال ماف پاتر است. تمام مردم دهکده به سوی گورستان راه افتادند. یکی می گفت این باید برای مرده دوزها درس آموزنده خوبی باشه. دیگری گفت اگه ماف پاتر رو بگیرن دارش میزنن. و یک سری از همین حرفا. تام که توی مردم میلولید و با دیدن ماف پاتر و جو هندیه سر تا پا می‌لرزید، در این موقع مردم به جنب و جوش در آمدند و فریاد زدند خود اونه، ماف پاتر داره میاد. کت خدا جلو رفت و بازوی ماف پاتر را گرفت. ماف پاتر گریه کنان گفت رفقا به شرفم قسم من این کارو نکردم. به آنها بگو جو، به اونا بگو. هکلبری و تام حرفهای جوی سنگدل و دروغگو را شنیدند. جو هم با وقاحت تمام گفت باشه میگم. ما با دکتر رفتیم که جسد بدزدیم. اما ماف با دکتر دعواش شد و با چاقو اونو کشت. 1 هفته گذشت. راز وحشتناک کشته شدن دکتر رابینسون که هیچ کس از آن به جز تام و هک خبر نداشت، وجدان تام را ناآرام و آزرده کرده بود. او تمام هفته را حتی 1 شب به راحتی نتوانست بخوابد. از این روی هر روز با 1 روز در میان به کنار پنجره زندان می رفت و هر چه به دست می آورد و فکر می کرد به درد پاتر می خورد به او می داد. اما آهسته آهسته این افکار وحشتناک از سر تام بیرون رفت و موضوع تازه‌ای او را بیچاره کرده بود. بکی ساچر بیمار شده بود. تام دیگر پیش از وقت به مدرسه می رفت و مدام از راه مدرسه کشیک می داد و هر وقت روپوش دخترانه‌ای را از دور می دید امیدوار می شد. اما همین که صاحب روپوش پیدا می شد تام از او بدش می آمد چون او بکی نبود. یک روز که مثل روزهای دیگر کشیک می داد بکی را دید. لحظه بعد تام از مدرسه بیرون رفته بود و داد می زد و می خندید و عقب سر بچه ها می دوید و چنان از روی نرده می پرید که هر لحظه ممکن بود با سر روی زمین ولو بشه. اما در تمام این مدت دزدکی به بکی ساچر نگاه می کرد تا ببیند آیا او توجهی به کارهایش دارد. اما بکی رویش را برگرداند، دماغش را بالا گرفت و گفت بعضیا خیال میکنن خیلی بامزه هستن و با این کارها شق القمر کردن. تام وا رفت، سرش رو پایین انداخت و با ناراحتی از کنار نرده های مدرسه گذشت. در همین وقت دوستش جو هارپر به او برخورد. پس از کمی که با هم صحبت کردند قرار گذاشتند که دزد دریایی بشوند و در یک جزیره دور افتاده در رودخانه میسیسیپی پناهندگی بگیرند. آنها هکفین را هم داخل دسته کردند و یک کلک دزدیدند. نزدیکی‌های نیمه شب تام به ساحل رودخانه رفت و سوت کوتاهی زد. صدای پرسید کیست؟ منم، تام سایر. انتقام سیاه نیروی دریایی اسپانیا. اسم شب را بگویید. 2 پسر دیگر با صدای کلفت یک کلمه به زبان آوردند. خون. جو هارپر دلهوره دریاها یک تکه گوشت راسته با خودش آورده بود. هکفین سرخدست یک تاوه دسته‌دار و مقداری توتون برای چپقش دزدیده بود. آنها سوار کلک شده و به راه افتادند. تام فرمانده کشتی بود. هک مسئول پاروی عقبی بود و جو هم مسئول پاروی جلویی.
انتقام سیاه دست به کمر ایستاده بود و آرزو می‌کرد که بکی می‌توانست در آن موقع او را ببیند که سوار بر کشتی شده و به سوی خطر می‌رود. 2 ساعت پس از نیمه شب در کرانه دیگر رودخانه پیاده شدند. یک بادبان کهنه روی آذوقه و مهمات کشیدند، اما خودشان دوست داشتند که مثل راهزنها در هوای باز بخوابند. آتشی درست کردند و شام پختند. جو گفت بسیار عالی شده. تام گفت اگه بچه‌ها اینجا بودن و ما رو می‌دیدن چی میگفتن؟ حاضر می‌شدن بمیرن تا عوضش میتونستن مثل ما بشن. صبح که شد، تام و هک به نقطه خلوتی در کنار رودخانه رفتند تا ماهی بگیرند و طولی نکشید که دامشان پر شد و سپس با چند ماهی قزل‌آلای خوشگل و 2 ماهی سیاه و 1 ماهی سیبیلو برگشتند. وقتی که صبحانه خوردند در سایه دراز کشیدند و حرف زدند. اما حرف زدنشان زیاد طولی نکشید. ناگهان صدای خفه و عمیقی از دور بلند شد. جو فریاد زد چه صداییه؟ تام گفت بریم ببینیم. از جا بلند شدند و به سوی ساحل دویدند و لای بوته‌های کنار رودخانه تماشا کردند. کشتی گذاره که مخصوص رفت آمد در رودخانه بود، با جریان آب حرکت می‌کرد. روی عرشش پر از آدم بود. همان وقت صدای خفه و عمیق دوباره به گوش رسید و دود سفیدی بلند شد. تام فریاد زد بله همینطوره. روی آب توپ در میکنن. اون وقت کسی که غرق شده روی آب میاد. در این وقت فکری به نظر تام رسید و فریاد زد بچه‌ها من میدونم کی غرق شده. خودمون. اونا دارن دنبال ما میگردن. در یک لحظه احساس کرد که قهرمان شده است. اما وقتی که هوا تاریک شد، هیجان و خوشحالی آنها هم از بین رفت. همینطور که از شب میگذشت، سر هک رو به پایین می آمد. تا عاقبت صدای خرخر او به هوا بلند شد. جو هم به دنبال او خوابید. تام از جا بلند شد و نوک پا از میان درختها به راه افتاد و وقتی که از آنها دور شد دوید. هنوز ساعت 10 نشده بود که تام به نرده پشت خانه خاله اش رسید. رفت از پنجره توی خانه را نگاه کرد. خاله پولی و سید و مری و مادر جو هارپر نشسته بودند و با هم حرف می زدند. خاله پولی می گفت اما همانطور که می گفتم می شد گفت که بچه بدی نبود. شیطون بود. می دونین؟ فقط گیج و شلوغ پلوغ بود و ناگهان زد زیر گریه. تام فهمید که آنها ناامید شدند. خانم هارپر گریه کنان گفت اگه تا روز یک شنبه پیداشون نکنیم باید مراسم کفن و دفن را بندازیم. تام که از خوشحالی دل تو دلش نبود از بیراه خودش را به ساحل رساند و به طرف جزیره رفت و هنوز صبح نشده بود که به جزیره رسید. روز بعد پس از نهار راهزنها به شکار تخم لاک‌پشت سرگرم شدند. گاهی از یک سوراخ 50-60 تخم بیرون می آوردند. گاه و بیگاه توی رودخانه می رفتند و دور هم می استادند و آب توی صورتشان می ریخت و همینطور رو به هم می رفتند و سرشان را بر می گرداندند تا آب به صورتشان نخورد. بعد بنا می کردند دنبال هم دویدن و همدیگر را می گرفتند تا هر که پرزورتر بود آن یکی را زیر آب کنند. بعد با هم زیر آب می رفتند و با هم از زیر آب در می آمدند. مدتی که گذشت جو دلش برای خانه تنگ شد. هک هم ماتم گرفته بود. جو گفت بچه‌ها دیگه ولش کنید. من میخوام برم منزل. تام گفت بچه کوچولو. برو تا به تو بخندن. عجب راهزنی هستی. جو بیان که خداحافظی کند به آب زد و به سوی ساحل ایلینویز به راه افتاد. هک گفت تام منم میخوام برم. تام گفت صبر کنید میخوام یه چیزی به شما بگم. و سپس رازش را برای آنها فاش کرد و آنها هورا کشیدند و نبوغ او را تحسین کردند. نزدیکی های نیمه شب هوا طوفانی شد. برقی زد و شب را مثل روز روشن کرد. رعدی زد و برگ‌های درخت‌ها را به صدا درآورد.
بچه‌ها از ترس همدیگر را بغل کردند. صدای خشمگینی از میان درخت‌ها شنیده شد و باران گرفت. برق درخت‌ها را قطع کرد و به زمین انداخت. صدای رعد گوش خراش شده بود. اما سرانجام جنگ و ستیز آسمان تمام شد و بچه‌ها کمی چوب خشک پیدا کردند که از باران در امان مانده بود و بعد آتش روشن کردند و بوته‌ها و شاخه‌های درخت‌ها را هم که روی زمین افتاده بود جمع کردند، در آتش ریختند و خودشان را گرم کردند. فردای آن روز پس از صبحانه بچه‌ها تصمیم گرفتند که سرخپوست بشوند. به 3 دسته تقسیم شدند و هر کدامشان به جای 1000 نفر به جان هم افتادند. چند روز از گم شدن بچه‌ها می‌گذشت. ناقوس کلیسای دهکده به صدا درآمد. خاله پلی، سید، مری و خانواده هارپر همه با لباس سیاه وارد محراب کلیسا شدند. کشیش پس از وعظ چند ماجرای جالبی را که بچه‌ها به خاطر داشتند تعریف کرد. مردم همانطور که کشیش حوادث را تعریف می‌کرد بیش از پیش غمگین شدند تا جایی که همراه 2 خانواده عزادار گریه را سر دادند. مردم غرق اندوه و گریه‌زاری بودند که در کلیسا صدای آهسته‌ای کرد و باز شد. مردم که سرها را به عقب چرخانده بودند تا تازه وارد را ببینند، با دیدن منظره بهت‌آوری چشمهایشان از شگفتی گرد شد و تقریباً همه با یک حرکت از جا بلند شدند و به 3 بچه مرده که از وسط نیمکت‌ها جلو می آمدند خیره شدند. چند نفری هم از شدت حیرت و وحشت با صدای بلند دعا می خواندند. خاله پلی، مری و خانواده هارپر آنها را در آغوش گرفتند. ناگهان کشیش با صدای بلند گفت: خدا را شکر کنید که همه نعمت‌ها از اوست. سرود بخوانید. همه با صدای بلند پیروزمندانه سرود سپاس خدای را خواندند. تام سایر در دل اعتراف کرد که آن لحظه بهترین لحظه عمرش بوده. در یک روز ابری و بارانی محاکمه ماف پاتر شروع شد. تام که تمام مدت دوروبر دادگاه پرسه می‌زد، از یک نفر شنید: حتما پاتر گناهکاره. شهادت جو هندی برای دار زدنش کافیه. آن شب تام تا دیر وقت بیرون از خانه بود. او از پنجره توی اتاقش پرید و به رخت خواب رفت و چند ساعت طول کشید تا خوابش ببرد. صبح روز بعد در دادگاه دادستان از چند شاهد بازپرسی کرد و بعد گفت: همانطور که از شهود مورد اطمینان شنیدید، وقتی زندانی تیره‌بخت مرتکب قتل شده دیگر ارزی ندارم. در این وقت وکیل مدافع ماف پاتر از جا بلند شد و گفت: ما یک شاهد داریم، تامس سایر. تام از جا بلند شد و به سوی صندلی شهود رفت. ابتدا او را سوگند دادند، سپس وکیل مدافع پرسید: تامس سایر، شب 18 ژوئن نزدیک های نیمه شب کجا بودی؟ تام نگاهی به صورت جو هندیه کرد و زبانش بند آمد، اما به هر زحمتی بود آهسته گفت: توی قبرستون. بعد ماجرا را تمام و کمال تعریف کرد و گفت: همین که دکتر تخته تابوتو برداشت و زد به ماف پاتر، جو هندیه چاقو به دست پرید و ناگهان جو هندیه با سرعت برق از شیشه پنجره بیرون پرید و فرار کرد. تمام ده را وجب به وجب گشتند، اما نتوانستند جو هندیه را پیدا کنند. تام تا چند شب جو هندیه را در خواب می‌دید. روزها آهسته می‌گذشت و با گذشت روزها وحشت تام کمتر می‌شد. یک روز تام هوس کرد که به جستجوی گنج برود. این موضوع را با حکفین سرخ دست در میان گذاشت. حک گفت: خب کجا رو بکنیم؟ تام گفت: حالا نمیدونم، چطور اول زیر اون درخت خشکیده که اون بالاست رو بکنیم. اول باید بفهمیم سایه درخت نیمه شب کجا میفته و همونجا رو بکنیم. حک گفت: خب پس امشب میام کنار پنجره خونتون و میام میکنم. اون شب از نیمه میگذشت که بچه‌ها به کنار درخت خشکیده رفتند و در انتظار سایه درخت نشستند. اما جز ناامیدی چیزی نصیبشان نشد. سرانجام تام که حوصله‌اش سر رفته بود گفت: حک فایده‌ای نداره، بهتره بریم یه جای دیگر رو بکنیم. حک گفت: بله همین کارو میکنیم. تام کمی فکر کرد و سپس گفت: خانه جن زده. بله خودشه.
حک گفت ولش کن، من از خونه جن‌زده خوشم نمیاد. ارواح این طرف اون طرف وول میخورن، از بغل سرت نگاه میکنن و دندونهاشون رو به هم میزنن. اما حک، ارواح که روز جایی نمیرن، ما روز اونجا رو میکنیم. از دور اطراف خانه جن‌زده را تماشا کردند و سپس به سوی خانه هایشان برگشتند. فردای آن روز آنها به خانه جن‌زده رفتند. خانه سکوت اسرارآمیز و دلهره آوری داشت و گاه به گاه با وزش تند باد پنجره‌های شکسته و درهای نیمه باز آن به صدا در می آمد و طوری باز و بسته می شدند که انگار کسی آنها را باز و بسته می کند. آهسته نزدیک در رفتند و داخل را دید زدند و بعد در یک چشم هم زدند داخل خونه شدند و از پله ها بالا رفتند. تام ناگهان گفت شنیدی؟ تکون نخورد، دارن میان سمت ما. بچه ها کف طبقه بالا دراز کشیدند و چشمشان را به سوراخ‌های سقف طبقه پایین گذاشتند. 2 مرد وارد خانه شدند. یکی از آنها لباس اسپانیایی پوشیده بود. دیگری گفت من خوشم نمیاد، خطرناکه. اسپانیایی قرقر کنان گفت خطرناک؟ ترسو. صدای اسپانیایی سبب شد که بچه‌ها نفس شدیدی بکشند و از ترس بلرزند، چون صدای جو هندیه بود. جو در اتاق پایین زانو زده بود و داشت با چاقوی شکاری کف اتاق رو میکند. چاقو به چیزی خورد و او را خوشحال کرد و گفت یک صندوقه، بیا کمک کن بیاریمش بیرون. توی اون چی هست به نظرت؟ صندوق را از زمین بیرون آوردند. پر از پول بود. جو گفت خدایا پول، میبریمش به غار من زیر صلیب. کمی بعد آنها آهسته از خانه بیرون خزیدند و با صندوق به سوی خانه رفتند و تام و حک از جا بلند شدند. از بالای تپه دویدند تا خودشان را به ده برسانند. حک گفت زیر صلیب؟ من که چیزی نفهمیدم، فکر میکنی منظورش چی بود؟ تام گفت نمیدونم، خیلی پرمعنی بود. باید کشی که جو هندیه رو بکشی و اگر او رو دیدی دنبالش کنی. چند روز بعد بکی ساچر بچه‌های ده را به یک گردش دست جمعی دعوت کرد. به این ترتیب جو هندیه و گنج در نظر تام موقتاً در درجه دوم اهمیت واقع شدند. یک کشتی بخار قدیمی برای گردش و مهمانی کرایه کرده بودند. جمعیت خوش و خرم با سبدهای غذا توی مهمانی صف کشیدند تا سوار کشتی شوند. همه و سر و صدای زیادی به پا شده بود. مادر بکی به او سفارش میکرد که تو دیر برمیگردی. بهتره که شب پیش یکی از دخترها که خونش نزدیک ایستگاه کشتی هست بمونی. و بکی در جواب گفت پیش سوزن هارپر میمونم. وقتی که کشتی به راه افتاد، تام به بکی گفت به جای اینکه شب بریم خونه جو هارپر از تپه میریم بالا منزل بیوه داگلاس و میمونیم اونجا، چون بستنی هم داره. و بکی هم قبول کرد. کشتی به آرامی سینه آب را می شکافت و پیش می رفت. اما پس از 1 فرسخ ایستاد. بچه ها از کشتی بیرون آمدند. پس از خوردن غذا یکی از بچه ها گفت کی حاضره بریم توی غار؟ همه حاضر بودند. چندین دست شمع حاضر کردند و آهسته آهسته وارد دالان اصلی غار شدند. هر چند قدمی که جلو می رفتند دالان به چند دالان باریکتر تقسیم می شد. بچه ها 2 نفر داخل یکی از این دالان ها می شدند و پس از اینکه کمی پیش می رفتند دوباره از دالان اصلی سر در می آوردند. کم کم دسته خسته و شاد و نفس زنان به دهانه غار بازگشتند. سر تا پایشان را اشک شمع پوشانده بود و لباسشان گلی شده بود. اما همه از تفریح آن روز خوشحال بودند، به طوری که وقتی شب شد هیچ کدامشان نمیخواستند به خانه هایشان برگردند. در حالی که زنگ کشتی 1/2 ساعتی بود که صدایشان میکرد. همان شب حک در ده کشیک جو هندیه و رفیق اون رو میکشید. آن 2 مرد از کنارش رد شدند. به نظر میرسید که یکی از آنها زیر بغلش چیزی داشت.
شک نبود که آن چیز همان صندوق پول است. هک دنبال آنها به راه افتاد. با پای برهنه مثل گربه راه می رفت. آنها رفتند تا به زمین‌های بیوه داگلاس رسیدند. اسپانیایی گفت شوهر بیوه داگلاس منو اذیت کرد. داد منو شلاق زدن. تمام مردم شهر هم تماشا کردن. شلاق هم زدن. من هم گوشهای بیوه داگلاس رو مثل خوک چاک میدم. هک این را که شنید 2 پا داشت، 2 پا هم قرض کرد که با شتاب خودش را به خانه آقای جونز برساند و نفس زنان به او و پسرهایش گفت باید فوری بروید خونه بیوه داگلاس. جوهندیه اونجاست و میخواد کار وحشتناکی بکنه. 3 دقیقه بعد جونز پیر و پسرهایش بالای تپه بودند. سکوت نگران کننده‌ای حکم فرما بود. بعد ناگهان صدای چند تیر و یک فریاد بلند شنیده شد. هک از جا برخاست و از تپه پایین دوید. صبح روز بعد دوباره به خانه جونز ها رفت و گفت وقتی که صدای تیر بلند شد من خیلی ترسیدم و تا 1 فرسخ اونورتر دویدم. پیرمرد گفت آنها نمردند پسر. تا اومدیم چشم به هم بزنیم در رفتن. هک گفت خواهش میکنم به کسی نگید که من اونا رو لو دادم. خواهش میکنم. پیرمرد گفت خیلی خوب هک، هر جور که میل توست. اما این کار خوب باید به اسم خودت باشد. صبح روز 1 شنبه بود. در کلیسا خانم ساچر پهلوی خانم هارپر نشست و از او پرسید مگر بکی من میخواهد تمام روز را بخوابد؟ خانم هارپر با شگفتی پرسید بکی شما چطور مگه؟ اون اصلا دیشب خونه ما نبود. رنگ از روی خانم ساچر پرید و خودش را بیشتر روی نیمکت فرو برد. در همان لحظه خاله پولی از آنجا میگذشت. خاله پولی گفت صبح بخیر خانم هارپر، پسرم گم شده. به گمونم تام من دیشب منزل شما مونده. خانم هارپر گفت تام پهلوی ما نبود. همه با نگرانی از بچه‌ها سوال کردند. وقتی که من برمیگشتم اونا رو نه توی کشتی ندیدم. شاید هنوز توی غار باشن. هنوز نیم ساعت از عمر این وحشت نگذشته بود که 200 مرد به سمت غار به راه افتادند. 3 روز غار را جستجو کردند. در غار وقتی که بچه‌ها قایم موشک بازی می‌کردند، تام و بکی وارد تالار پرپیچ و خمی شدند و همانطور که حرف می‌زدند، تام به انتهای دالان که چند دیوار پیش در پیش داشت رسید. تام بین دیوارها یک پلکان طبیعی پیدا کرد و هوس کرد که کاشف آنجا بشود. و به بکی گفت بکی از این طرف بیا. اونها راه پرپیچ و خم را دنبال کردند. زیر سقف غار چند دسته خفاش خودشان را به یکدیگر چسبانده بودند. نور شمع‌ها آنها را اذیت می‌کرد. تام دست بکی را گرفت و او را با شتاب به نزدیکترین دالان برد و حق هم داشت، چون در همان لحظه یکی از خفاش‌ها شمع بکی را با بالش خاموش کرد. بکی می‌دانست که تام یک شمع درسته و چند تکه شمع در جیبش دارد. اما تام باز هم ناگزیر بود صرفه‌جویی کند. کمی بعد از آن تام یک دریاچه زیرزمینی پیدا کرد و تصمیم گرفت کمی خستگی در کند. بکی گفت تام من نمیدونم چقدر راه اومدیم. بهتره برگردیم. تام گفت گوش کن و پس از کمی سکوت فریادی بلند کشید. صدا پس از چند انعکاس به صورت صدای خنده آهسته‌ای درآمد و از بین رفت. بکی گفت تام دیگه این کارو نکن، من میترسم. بکی گفت من فکر میکنم ما گم شدیم و دیگه نمیتونیم از این جهنم خلاص بشیم. تام گفت ناامید نشو بکی، بذار امتحان کنیم. وقت میگذشت. آنها با ناامیدی این سو آن سو میگشتند. کمی بعد یک چشمه پیدا کردند و ماندند تا خستگی در کنند. تام شمعش را به دیوار روبرو چسباند و گفت بکی دلشو داری؟ اگه یه چیزی به تو بگم؟ و به نظرم آره دارم، بگو. خب پس به نظرم ما باید همینجا بمونیم، چون اینجا آب خوردن هست و به جز این یه تکه شمع کوچولو هم دیگه شمعی نداریم. بکی گفت تام شاید دارن دنبالمون میگردن.
به نظرم شاید اینطور باشه. خدا کنه دنبالمون بگردن. بچه‌ها چشمشان را به تکه آخر شمع دوختند و آهسته آهسته نگاه کردند که شمع تمام میشد. لحظه بعد شعله شمع کوچک و کوچکتر شد و ناگاه تاریکی و سیاهی غلیظی همه جا را پوشاند. بچه‌ها از وحشت لرزیدند، اما صدای ضعیفی از دور به گوش رسید. تام گفت دارن میان. بیا بکی، بیا دیگه تموم شد. و کورمال با احتیاط بسیار جلو رفتند. پرتگاه خیلی ژرف بود. آنها دقیقه به دقیقه به یک پرتگاه می رسیدند و ناگزیر می شدند بایستند. تام دستش را در یکی از این حفره‌ها گذاشت و تا توانست دستش را پایین برد، اما دستش به جایی نرسید. تام گفت اصلا راه عبوری نیست. باید همینجا اونقدر صبر کنیم تا بیان. و بعد با تمام نیرویش مدتی فریاد کشید. نگرانی و وحشت و بیچارگی از بچه‌ها می‌بارید. هیچ صدایی نمی آمد و زمان دلهره آور همینطور می‌گذشت. بچه‌ها از سکوت سنگین و تاریکی غار خیلی خوششان نمی آمد و چشمهایشان خسته شد و پلک‌هایشان روی هم افتاد و به خواب سنگین رفتند. اما پس از مدتی گرسنه و غمزده بیدار شدند. بکی گفت تام من خیلی گشنمه. چند دالان فرعی همان نزدیکی ها بود. تام تصمیم گرفت آنها را جستجو کند. گلوله نخ بادکنکی را که در جیب داشت بیرون آورد، یک سر آن را به دیوار غار بست و به دست بکی را گرفت. همینطور که جلو می رفت، گلوله نخ را باز می کرد، دالان به یک پرتگاهی منتهی می شد. تام گودی پرتگاه را امتحان کرد. در همین موقع یک دست که شمعی را نگه داشته بود از پشت یک صخره پیدا شد. تام از شادی فریاد کشید. یک لحظه بعد بدن صاحب دست هم پیدا شد. جوهندیه بود. انعکاس صدای تام را عوض کرده بود. جوهندیه پاشنه‌هایش را ور کشید و در یک لحظه ناپدید شد. بکی گفت چرا جیغ کشیدی تام؟ تام گفت به خاطر شانسی که به ما روی آورده، وگرنه الان به دست جوهندیه کشته شده بودیم. سه‌شنبه بعد از ظهر رسید. تام بکی را تنها گذاشت و تا آنجا که نخ بادکنکش می رسید غار را جستجو کرد. میخواست برگردد که ناگهان از فاصله دور چشمش به روشنایی روز افتاد که از سوراخی به داخل غار میتابید. کورمال به سمت روشنایی رفت، سرش را از سوراخ به بیرون آورد و رودخانه میسیسیپی را دید که آرام در بسترش جاری بود. تام از خوشحالی جیغی کشید و برگشت تا بکی را خبردار کند. نیم ساعت بعد بکی و تام در کنار رودخانه پرخروش میسیسیپی ایستاده بودند. چند مرد که سوار بر قایق از آنجا می‌گذشتند آنها را سوار کردند. 2 هفته پس از این ماجرا تام برای دیدن بکی به خانه ساچر رفت. یکی از دوستان قاضی که آنجا بود از تام پرسید خب تام دلت می‌خواهد دوباره توی اون غار بری؟ تام گفت گمان نکنم از این کار بدم بیاد. قاضی ساچر گفت دیگه کسی توی اون غار گم نمیشه. من دادم در بزرگ غار را آهن کوبیدن و قفل هم به آن زدن. از شنیدن این حرف رنگ تام مثل گچ سفید شد. قاضی پرسید چه شد؟ پسر چرا رنگت یک مرتبه پرید؟ تام گفت آقای قاضی جوهندیه توی غاره. چند دقیقه نگذشته بود که 10-12 قایق پر از مردان مسلح به سوی غار به راه افتادند. وقتی که در غار را باز کردند با منظره غم‌انگیزی روبرو شدند. جوهندیه کف غار دراز به دراز افتاده بود، بیچاره از گرسنگی مرده بود. فردای روز دفن جوهندیه، تام و هک راجع به موضوع مهمی صحبت کردند. تام گفت هک پولها توی غاره. میای با هم به من کمک کنی تا اونا رو بیاریم بیرون؟ هک با چشمهای گرد شده از خوشحالی جواب داد معلومه که میام. اگه جایی باشه که بتونیم راهمون رو پیدا کنیم و گم نشیم میام. یه خورده نون و گوشت میخوایم با 1-2 تا کیسه کوچولو و 2-3 تا کلاف نخ بادکنک و یه عالمه شمع. هنوز از ظهر نگذشته بود که آنها سوار قایق شدند و به سوی غار به راه افتادند.
1 فرسنگ که از دهانه غار پایین رفتند، تام گفت اون جای سفید و اون بالا که سرازیری هست میبینی؟ اونجا رو من نشونه گذاشتم. پیاده شدند. تام به میان بوته‌های انبوه رفت و گفت اینها از همه سوراخ‌های این اطراف پوشیده تره. تو فقط ساکت باش. همیشه دلم میخواسته یه دزد باشم. اما میدونم که باید یه چیزی جایی داشته باشیم. کالا رو پیدا کردیم. اما باید یه دسته را بندازیم. دسته تام سایر. خیلی عالی میشه. اینطور نیست هک؟ عالیه. تام به نظر من که از دزد دریایی بودن بهتره. 2 تایی توی سوراخ رفتن و به پرتگاه رسیدن. صخره شیبداری بود که 9 متری بلندی داشت. تام گفت هک، حالا یه چیزی نشونت میدم. ببین. شمعش رو بالا گرفت. حالا تا میتونی دور و برت رو نگاه کن. میبینی اونجاست. روی اون صخره بزرگ اون طرف. با دوده شمع درستش کردن. هک لحظه‌ای به صلیب نگاه کرد. بعد گفت تام بیا اینجا. در زیر صخره گودال طبیعی پیدا کردن. بریم. حتما روح جوهندیه این اطراف میپله که مراقب کارهای ماست. روح جوهندیه که نمیتونه بیاد سمت صلیب. تام جلو رفت. روی تپه گلی پله‌های قلابی درست میکرد و پایین میرفت. حالا آنها همه جا را میگشتند و اون وقت ناامید شدند. کمی بعد تام گفت هک، اینجا رو میبینی؟ یه طرف سنگ روی گل‌های جایی هست و چربی شمع ریخته. اما طرف دیگه سنگ چیزی نیست. حتما پول زیر سنگ هست. الان گل‌ها رو میکنم. تام هنوز خیلی زمین را نکنده بود که به چند تکه تخت سنگ رسید. هی هک، صداشو میشنوی؟ تخته سنگ ها را برداشتند. زیر صخره یک گودال طبیعی پیدا کردند. تام توی گودال رفت و راه پرپیچ و خم زیر آن را گرفت. پیش رفت. هک هم دنبالش میرفت. کمی پیچیدن. بعد ناگهان تام فریاد زد خدایا، هک، اینجا رو ببین. صندوق گنج بود که 1 بشکه باروت و 2 تفنگ و چند کیسه چرمی و چند چیز دیگر هم پهلویش بود. هک گفت بالاخره گیرش آوردیم. خدایا دیگه پولدار شدیم. و بعد با شتاب همه پولها را توی کیسه هایی که همراه آورده بودند گذاشتند. تام گفت بیا بریم. هک، مدتیه که اینجا هستیم. وقتی سوار قایق شدیم غذا میخوریم. سوار قایق شدند و کمی پس از تاریکی هوا به ساحل رسیدند. کیسه ها را توی 1 گاری دستی گذاشتند و به راه افتادند. وقتی بچه ها به خانه جونز رسیدند، ایستادند تا خستگی در کنند. جونز پیر از خانه بیرون آمد و گفت سلام، کی هستید؟ هک گفت هکفین و تام سایر. بچه ها با من بیاید. همه رو دلواپس و نگران کردید. گاری رو من میارم. توی اون آجر گذاشتید یا فلز پوسیده؟ تام لبخندی زد و گفت فلز پوسیده. بچه ها میخواستند بدانند آن همه شتاب برای چی بود. جونز گفت فکرش رو نکنید. وقتی که به خانه بیوه داگلاس رسیدیم میفهمید. وقتی که به خانه داگلاس رسیدن، جونز گاری را دم در نگه داشت. بچه ها را توی اتاق پذیرایی بردند. هر که در ده سرش به تنش میارزید آنجا بود. جونز گفت دم در خونه تام و هک را دیدم و این بود که با شتاب پرده اونها رو آوردم. بیوه داگلاس جلو اومد و گفت خوب کردید. بچه ها با من بیایید. بیوه داگلاس آنها را به اتاق خواب برد و گفت حالا لباساتون رو عوض کنید. 2 دست لباس تازه اینجا گذاشتم. وقتی که سر وضعتون رو درست کردید بیایید پایین. چند دقیقه بعد مهمانها بیوه سر میز نشسته بودند. بچه ها دور میز کوچک نشسته بودند. جونز شروع به صحبت کرد و گفت که اگر هک نبود بیوه داگلاس جانش را از دست میداد. بعد بیوه گفت هکلبری، از حالا به بعد تو توی خونه من میمونی و وقتی که یک کمی پول و پله جمع کردم تو رو وارد کار تجارت میکنم. تام گفت خانم هک پول داره، خیلی هم داره. سپس از خانه بیرون رفت و کیسه ها را کشان داخل اتاق آورد و سکه های زرد را روی میز ریخت و گفت بفرمایید، به شما نگفتم؟ نصفش مال هک است و نصفش مال من.
پس از اینکه تام ماجرا را تعریف کرد، قاضی ساچر پولها را شمرد و گفت بچه‌ها پولدار هستند. پولها یک کمی بیشتر از $12,000 است. خبر ثروت بادآورده تام و هک در ده کوچک سنت پترزبورگ خیلی سر و صدا کرد. تام و هک هر جا می رفتند همه تعریفشان را می کردند. پایان.